ای کبک خیرامان تو مگر خانه نداری، ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری، ای زلف دای کوبنده ها سر متصل بیادر تعلیم میکنیم بیادر بالا میشوه که ببینیم که چی میگیره نفر بالا شه. همین دیقانی سخت‌تر است دیگه. دیقانی سخت‌تر است، چوپانی آسان است. چوپانی کمتر است. عزیزان دل میبینید که مزرکل وقت مکونه است مگم بالا شد قوی بده. اسپانا در حال چاردن، جوانا در حال تو بازی کردن و زنا در حال دک پختن و مایل سدید بالا را. خب زنا است؟ سیاسراست، فامیلاست ها. السلام علیکم دوستان، امید است جور صحت سلامت بوده باشین. بازم خوش آمدید به یکی از دیگری ویدیوهای کانال یوتیوب شرافت ولاگ. امروز ما نیت داریم برای یک سفر بهاری، یعنی ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار که یک جای مشهور داره که به نام بیخ است. روزهای جمعه مردم محل و از دیگه ولسوالی ها به خاطر چکر و طبیعت میآیند و ساتیری میکنند. تا آخر ویدیو همراهی ما باشین. میریم قشلاق ماست، یعنی دهکده ماست. فصل بهار است. درختها همه در حال گل هستند. اینی درختها که است ایره به نام گل اکاسیه است. یه هم گل اکاسیه است که یک بوی خاصی دارد از دیگه گل ها کلا. تنها یک درختش است، مقصد گل داره دیگه چیز نداره. همون یک عزیزان دل، قسمی که میبینین ما آمدیم در اینجا هموطنان ما فوتبال بازی دارن. اینا هم از همین دشت قلعه فکر کنم. بریم همراهشان قصه میکنیم، صحبت میکنیم که از کجا آمدن و دیگه چطور لذت بردن یا خیر از همین فضای آزادی که روز جمعه تفریح آمدن. سلام علیکم. جور و خیر لالا سیاه تو چیگه بارمی؟ تورم است دیگه گذشته تفریح. همچنین نید شما تفریح. جلس تورم است. چطور است حالت چطور است؟ شکر است، زندگی است میگذره خوب بعد بالاخره هم شکر است دیگه اردمش. خب چطور است امروز که در این فضا آمدین لذت بردی آخر چی رقم چی وقت آمده بندیره برای ما قصه کنین؟ تقریبا ما اومدن یک 6 ماه ماشید در افغانستان. خب دیگه امروز بعد دید ما امروز جمعه است که تفریح بدرش هم گفتم چطور است اوضاع وطن و باوا دیگه بدر شدیم ماشاءالله خوب است دیگه. اسپانا در حال چاردن، جوانا در حال تو بازی کردن و زنا در حال دک پختن و مایل سدید بالا را. خب زنا است؟ سیاسراست، فامیلاست ها. خب چقدر وقت میشه که جانای اومده بودی تازه اومده؟ ما تقریبا نمیشه مثلا 6 ماه میشه اومدم. 6 ماه اومدم. خب چی رقم دیگ آورده بودین این چیزا ما آورده بیانی تو خشک خالی آمده بود دیره ما قبلا روز دوم خود جا یک مر پرغه در خانه پخته کرده آورده و بالا معیشت کرده بودیم دیگه. امروز بعد نماز جمعه را خواندیم دیگه بخیر یک چکر بریم گفتیم. هم تو سردسی دیگه فکر دست دیگه سردسی شکم در خانه تایید کردیم. شکم در خانه تایید کردی؟ در خانه تایید کردیم دیگه گواخوری بدر شدیم. خب این دوستا کلاگش یک جاسی دیگه فوتبال بازی داریم. دوستا دیگه اونا قومی هست، اینا بیادرای شهری هست که همینجا دیدیم گفتیم این دقیقه انرژی رو مصرف کنیم فوتبال کنیم یاد سابقه کنیم. فوتبال فکر کنم بسیار شوق و علاقه داری چطور؟ بسیار زیاد گمش کرد یک قضیات شوق شدم بالاخره شوق گنده چیزی است. حالی هم شوقش داری یا نه؟ دارم نمیبینی داویدم سب گلولو بسته شده. گلولو زیاد وقت میشه البته فوتبال نکرده بودی. یا وقتای سابقی بود و یکم کلو گرفتن داویدن نمیتونم مشاس میکنم مگر زیاد شوقش دارم. خب پس لالا چی پیامی داری کدام شعر زمزمه‌ای داری با دوستا رفیقایت در خارج است تقدیم کو؟ پیام ما همی است که هر جایی که است کامیاب سربلند سرفراز باشه، جانشان جور باشه، خودشان دامان باشه، تایید باشه، همونجا خلاص راحت باشه. اینجا هر کس دم هر جا راحت است اینجا زندگی کنه. ما فعلا شکر اینجا راحت است اینجا زندگی کنم. اینجا راحت نبودم کش میتم. نه خوب است همین افغانستان دیگه وطن است دیگه هر طرف میری اگه خارج باشی کجای رقم سرسبزی را میبینیم. نه وطن است. وطن هر قدمش وطن است. بالاخره می کشور خود از آزاد میگردی. چند سال در خارج بودی؟ ما جمله 8 سال بودم. 8 سال البته بسیار پیش وطن دق شدی. چی احساسای دم خارج که بودی در یادت میومد؟ هر دقیقه هر شب هر روز سال یادش می بود که من بالاخره کی در وطن ما امید از زندگی است عمر است رفتم میتونم نمیتونم بالاخره عمر باقی بوده و خداوند رسون دیگه بخیر اومدیم خوشحال هستم.
خوب است. تشکر. زنده باشید آقا. موفق باشید. زنده باشید. مزاحمتان نمیشیم. دوستای عزیز دیگه تا آخر ویدیو باشین. هموطنان زیادی ما اینجا به خاطر طبیعت چکر آمادگی هستند. همراهشان قصه و مصاحبه میکنیم. تا آخر ویدیو باشین. دوستان عزیز قسمی که میبینین یا هموطنای ما میخواد او کوی بالاش آقای موتورسیکل ببینیم که چی میکنه. همراهشان کم قصه هم میکنیم که ببینیم بالا. سلام علیکم لالا جور بخیر. سیاق چیه با سرامی؟ اسم شما چیه لالا خان؟ خالدی جان. چی رقم است امروز که دمی چکر آمدی روز جمعه چه احساس میگینی؟ بیخی دیگه احساس امروز که بیخی فضای آزاد است. تو برابر است دیگه. میدان سرسبز است. خانه کجاست؟ در ماشاق قشلاق است. ماشاق قشلاق. هر وقت میای اینجا؟ یعنی امروز آمدی چطور؟ هر وقت میایم در اینجا دیگه. هر جمعه میای؟ در جمعه بدون جمعه در اینجا هستیم ما. خوب هستی. بالا میخوای که بالا شوید؟ در کوبندیا سر متصل بیادر تعلیم میکنیم بیادر. بالا میشوه که ببینیم که چی میگیره نفر بالا شد. دوستان میبینین که نفر بیخی بالا شد خیزه. خواب. خودم میخوای بالا شد تو؟ خب بالاش که ما ببینیم. ما بریم از این طرف فیلم برداری میکنیم. خب در گل فکر میکنیم سرش اعتبار نداریم مترکل. داد برو بالاش که ببینیم چی میشه. ما عزیزان دل دیدین که نفرها موتورسیکل بالا شد. جایش هم بسیار خطرناک است. دیگه خطر هم داره. دیگه جوان است. دیگه جوان وطن برای خودتان معلوم است که ترس نداره از این چیزه. اینجا یک موتورسیکل دیگه است. قطعا از این چی کنیم صحبت بکنیم که یا بالا میشه یا خیر. سلام علیکم. جور بخیر. بزدن اگه لگری که وطن ببینم بالا میشه چطور؟ نه بالا نمیشه. موتورسیکل قوت بالا نداره. قوتش نداره. خود نواسی تو. این نواسی و کشیدن نمیتونه و پامیر است. از همی هم بالا شد نوازی. چی رقم دلش نداری چطور؟ من نویاد هستم. نویاد هستی؟ نه بالا نشی کجا میدن. باز مرا میگه که گفت بالا نشی. او قدر اعتبار نداره به خاطری که خطر زیاد داره در بالا شدن. سلام علیکم. جور هستین بخیر هستین؟ اسم شما چیه لالا؟ اسمم میراج‌الدین. میراج‌الدین جان. از کجا آمدی؟ از شهرم دشقله. دشقله است؟ هر روز میای یعنی تنها امروز روز جمعه آمدی؟ جمعه چکر میایم. جای تفریح چکر است. چی وقت آمده بوده؟ همین نماز جمعه رو خواندیم اومدیم. خب دیگه میگی چیزا رو در خانه خورده بودین نان؟ دیگه هم تک چکر 10 کیلومتر برام. خب این فضای آزاد دیگه عاشقانه و طبیعتی دیگه چی داری با بیننده هایی که ما رو میبینن؟ بیننده ها چی داشته بایم؟ یگام شعر یگام زمزمه در این فضا این دوست رفیقا کلاگی دیگه دیداره فعلا نه. نوبت دادم میاد یک دقیقه چی کنه با شروع سی که زمزمه. ای کبک خرامان تو مگر خانه نداری؟ ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری؟ ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری؟ ای جانان شراب میخوری میگذردی؟ ای صد نقل و کباب میخوری میگذردی؟ صد نقل و کباب میخوری میگذردی؟ ما پرچه بنان خوش قناعت کردیم و تر کرده بابا میخوری میگذردی؟ و تر کرده بابا میخوری میگذردی؟ و یک کبک خرامان تو مگر خانه نداری؟ ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری؟ ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری؟ یک بغل خوبتی دمینه میشه. تشکر. زنده باشه. همچنان در بیننده ها کدام پیامی نداری؟ بیننده ها پیام همیست که دست با دست هم بتا آتنا بسازه. زنده باشه. همچنان برابری موافق باشید در کارایت.
ای وطن تو را نازم نسل قهرمان داری در سراسری دنیا نام جاودان داری کار دل یک دقیقه باش من زمزمه دارم کار تو دل آزاری شغل منو دل داری اوه جای خراب شده دل میبینین که ما در بالای تپه بالا شدیم چه یک جای سرسبزی است ولی اینجا کسی نشده او طرف دوستا و رفیقا باشه او جا برمیم امروزشان عزیزان دل کمی را بیستر است جندیوال ما گفتم تو پایین شو من میرم مگه بالا شدم خوب اگلا شدم تو همینجا باش مبینه که بالا میشه نمیشه اونجا بسیار وضعیت خراب است روی کوتل بالا است میبینی که مزرکل وقت کونه است مگم بالا شد قوی بده عزیزان دل تا آخر ویدیو باشین دیگه اینجا یک هموطن ما چوپان است گوسفند داره گوسفند میچرانه فکر کنم بریم امروز از اینا قصه بکنیم سلام علیکم کاکا جور هستی صحتتون خوب است اسم شما چی است کاکا احمدالله جان چقدر گوسفند دارید اینجا چقدر وقت میشه چوپانی داری یکم 20 شده است که 20 روز؟ دوست آمده؟ اولین دفعه است که چوپان شدی؟ بازه چی رقم است همین برای ما بگو همین شغل چوپانی که از مردم در کوه و در دشت‌ها زندگی میکنه چی نوع یک وظیفه یعنی همون شغلی است که مردم چوپانی میکنه تو خودت تازه آمدی دیگه قبلا نبودی را برای ما بگو قبلا تازه اومدم تازه آمدی ایش همین چوپانی و همین رمداری چیزا برای تو چی علاقه داری قطعشانه ای را بگو ما علاقه ندارم وقت علاقه نداری؟ نه قبلا چی کار میکردی؟ قبلا همین دیقانه است دیگه همین دیقانه؟ غریبی است نظر به دیقانی آیا همین شغل چوپانی سخت‌تر است یا که همین دیقانی؟ کلی سخت‌تر است سخت‌تر خواست میفهمیم خود ما هم دیقانکار مردم هستیم دیقانی و چیزا را کار چیزا را میفهمیم ولی نظر به خود دالی فعلا دمی چوپانی آمدی 20 روز چوپان بودی دمی منطقه دمی کوها دیگه نظر به اون چیز دیگه برای ما بگو کدامش بهتر است و کدامش سخت‌تر است همین دیقانی سخت‌تر است دیگه دیقانی سخت‌تر است چوپانی آسان است چوپانی کم تر آسان است خب چی قسم جای دی جا بازاب خونه میکنه گوسفند که اسی پایین اون طرف باغ هم است گندم است نه چه بازم میکنی خب شو باز کجا میباشین شو هم تا طرف هستم خب در طرف چی رقم کدام خیمه زده گیسین اینجا خیمه زده است خوب است خیلی زنده باشین خیلی موافق باشین رفتیم با اجازهتان
عزیزان دل ما آمدیم در اینجا یک چوپان است گوسفند داره همراه از اینا قصه بکنیم پیچ حالشان چطور است. سلام علیکم کاکا. جور هستین بخیر صحتتون خوب است؟ شکر. اسم شما چی است کاکا؟ محمد اکبر. محمد اکبر جان چی رقم از کار بارتون این گوسفند که در اینجا دارین؟ کار بار خوب است همینجا گوسفند میچرن. خواهی گوسفند است خود است یا چوپان است چی دو؟ چوپان هستیم. خواه چوپان چقدر پیسه میته برات چه رقمی؟ ماه 10,000 ماش میته. ماه 10,000؟ نمیجا است یا دیگه جا میبری گوسفند داره؟ خواهی 3 ماه بار اینجا میچرن دیگه 4 ماه ایلاق میریم. ولی ایلاق نرفتین؟ نه وقت ایلاق هم نزدیک شدن نرفتیم. خواه چی رقم گوسفند هم میکشین یا نه شیر میری چیزی هم دارین مثلا خرود مرود؟ این سال مزه نکرد علف نشد گوسفندا گشنه است شیر نیست برایش سیر نمیکنه اگان تاش خودش مرد باز نصفش ما میخریم نصفش در بایا رای میکنیم اونش اجازه شده دیگه. خواه ای مردم هم هست همراهتان؟ نه هم بایا است دیگه از خود بایا است. از یک نفر است یا یک 3 نفر از برادران است 3 برادر است. خوب است خیلی چی پیام میداری به هموطنان ما که شما را میبینن؟ سلامت تشکر همه اول پرسانی کردین خانه آباد تشکر است. زنده باشی همچنان. سلامت. عزیزان دل دیدین که تمام کوههای دشت قلعه را برای شما به تصویر کشاندیم. امروز اینمی موتورسیکل غرازه و اینمی تر 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 کردن کوها بالا کردن برای شما ویدیو گرفتیم. دیگه جانم هستین در هر جای دنیا که هستین دیگه تا